زنگتال آوایی است آشنا برای دامداران برای شناسایی موقعیت و حرکت و دوری از خطر دام. زنگ‌ها و زنگوله‌ها که از دیرباز به حیوانات بسته می‌شد، گاهی به منزله حضور و گاهی برای نشان دادن موقعیت به کار می‌رفت. بوری من نزگاه زور بونم و قش کنم چون با بوری محله وسیله هیچی خونه هاییم دیاره Azi dar maşın gene. Ama ki baba şöyle bir ama bakmadım şey mi? Ne olsa dur Kaçlarız kaçın da ama bim seni sabazini. باشه شما مغازه بشه مال بوین Hasta. احتمالاً نبودی شو می دیگه. پس چند وقت می همه سطح دوشاگو بیارین که اما اینجا شیروان ساریم ایشالا ایرمی. تو شیر بیارین اما که بیارین جوری قبل همه واسه اینجا گی آره اینجا شیر بیارین. بابا جان نونی بیارین. از دو بایه. اونجا هم بخیال نبین گو کشون سرا خرابوه همه کار دیگه هم در می دیگه هم دیگه. مشغول دیگه. الحمدلله رب العالمین شکر. آره بهار مال که وقت حرکت وکرد آدم کار خاله بنا حساب بنه که عشایری هم دی دو بریم دیگه هم دی بریم این ملک بریم اون ملک موتور کنی بابری آره پس اون کجیکتر رو آقاش باشه آره موتور بابرد اومدی؟ بله؟ آره موتور ره مردم مبارمی من حتی رو Hocam kusaş mı diyor? Hocam! Kusaş mı diyor? Hay! Arkadaş! Hay! Hay! Yeah. سکوت دلانگیز کوهستان با صدای پای آب و زمزمه باد آهنگ زیبای زندگی را به ارمغان می آورد. زندگی که الهام گرفته از طبیعت با درختان سر به فلک کشیده و پرواز ابرها بر فراز قلده ها و حرکت با هیجان رود همراه است. این زیبایی ها آرامشی وصف ناشدنی در کنار طبیعت به ارمغان می آورد. به نوم اون خدای کوچ و حرکت که از کار خدا ما گیر می برکت. بهمن ما هستا ای کوه گدر چپونون چاکپه بزون چادر امشو گلیا چاک فردا بالاتر خنک سرکوه دارن نظر چیه که سجروپه ای ونگ واوه گسون زنگ تال سرصداوه قرق نزدیک است و ماه سرا کرده سرکوه لال زار ورا کرده.
بس يتدرم ما أسلب من حاج تقی حیدری هستم و شغل ما همین گاب محلی است. روستای کمانچوسر نیست. جاده فیروزجا بندپی شرق جاده فیروزجا نیستیم. زندگی که می همین گاب محلی داریم و بالاخره خرج ما همین به توسط گاب محلی هیه بونو جنگل نیستیم کلن زیر نظر منابع طبیعی در میاد. بعد شغل ما مالداری است. اما بهار و تابستون که عشایری می شومی یلاق و بالاخره پرتاس و رجه و هیچی ها در می دوست. زمستون که بیام می حسابشون نه عطیر وام می بالا ما که الواری که می عطیر آزاد زندگی کنن همین گاب محلی هستن، همین بومی هست. از این شب او ادیم و کلمات دکنیم نه همین بیابون در سرخش که بدر میاد. اینا زنگا خو هم همه سرگرمی و همه ذوق و شوق اولا. دومنده که امنیت همین مال است. این مال این زنگه که وقتی بیرون صدا کنه ما دم بگی این مال کجا شونه کجا اینه جانور حشرات پلنگ خرس میخواد به اینا آسیب برسنه این زنگوله که چمر بکرده ما متوجه بومگی یه خطری هست. اما وقتی عید که بیه تقریبا 15 به اونور که اما بقال اما محلی ما که میگه ارکما دیما بهمنما عیدما سیاما کرچما هرما تیرما مردلما شروینما میرما اونما شمی برای عید. اما ارکما 15 که بیه که بقال برجی 1 شمی از کمانچوسر حرکت که شمی افرجال 15 روز 20 روز در می شمی پرتاس شمی گلکنگو و شمی نسلته و بالاخره شمی کرزمی 17 برج 4 شمی رزمی همه بالاکو است تقریبا بالاکو است. بعد 17 برج 4 اونجا شمی در می تا نزدیک 24 که بقال همه محلی ما بونه عید ما این دوزاقبن حتی مرته هست 70 تا 100 تا شریک امی اینجا 1 ماه 20 روز بالاخره در میاد. امی پرتاس در می تا برج 5-6 پرتاس در می یوشواش امی ای رجه افرجال ای تا تقریبا 7-8 در می افرجالو یا با شواش امی سره اینجاهای علف که خوب بیه سو ای امیجه امی کمانچوسر روستای کمانچوسر.
پس از سپری شدن فصل سرما و رشد کافی گیاهان و علوفه در مراتع ییلاقی، جشن قرق شکنی یا باز شدن مراتع ییلاقی با شکرگزاری از خداوند و حضور دامداران پرتلاش منطقه، مسئولین و همچنین دوستداران سنت‌ها و طبیعت همراه با برنامه‌های شاد و متنوع در یکی از ییلاق‌های منطقه برگزار می‌شود. این مراسم با سابقه طولانی مدت در مراتع ییلاقی شیخ موسی بندپی شرقی و مراتع ییلاقی فلبند یا فیلبند در بخش بندپی غربی برگزار می شود و زمان و مکان این مراسم تقریباً از 1 ماه قبل تعیین می شود و دامداران قبل از این تاریخ حق ورود دامهایشان را به مراتع ندارند. اما آنچه این سالها در خصوص سنت قدیمی قرق مراتع و جشن بازگشایی آن به چشم می آید، تقلیل و حتی از دست رفتن جایگاه حقیقی این مراسم ارزشمند است. در سالهای گذشته مراسم سنتی قرق شکنی رونق گذشته خود را از دست داده است و به شکوه و بزرگی سالهای نچندان دور برگزار نمی شود. از دلایل کمرنگ شدن قرق شکنی را باید در تعداد دامداران و دام سنتی در منطقه جست. به نظر می رسد کاهش تعداد دامداران سنتی و دامهای سنتی و کممیلی و حتی بیمیلی جوانان منطقه نسبت به این شغل نیز در این روند تأثیرگذار بوده. در سالهای اخیر اداره منابع طبیعی وظیفه برگزاری بخشی از مراسم را به عهده گرفته است. با توجه به اینکه اداره منابع طبیعی دستگاه دارای صلاحیت و مربوط به این سنت و جشن است، انتظار می رود با همکاری دامداران، اهالی و دلسوزان منطقه نسبت به برگزاری هرچه بهتر این مراسم اهتمام بیشتری انجام گردد و بر اجرای آن تاکید شود. زمان قدیم به حقیقت بندپی بسیار عشایر بینه، سیار بینه. منطقه فرق کنه عشایر اما با عشایر مثل جنوب کشور. اونها در سال در زیر چادر زندگی کردن، امینا در 3 منطقه زندگی کردن. حتی منطقه اشلاو که در زمستون معمولا اینجا زندگی کردن، فرض از آبان. از فروردین بیوشینه رجب میانبند رجب، بعد تابستون که بیوشینه پتاس یا شینوکو. پتاس هم که اسم با مسمایی هست که خانه به چی آخانه. شما وقتی که از نفر سر می که بکلسته، اما من گلکی سوده کنم دیگه، وقتی سر می که چی برده این کلر کن تاس پتاس این کنارهاش برای چمه سر کلار برین میرونه. این پرتاس وقتی کوک بیه آری از درخت اینا بیه پایینتر از ده که اولین بار که چی رسین به منطقه جنگل رسینه که دنه پرتاس دیگه این بیه بهشون وضعیت. همه شغلم مسکری است. از سال 60 تا در این کارا رو خدمت ده انجام دیم. حتی جاله درست کمیو، افتو درست کمیو، زنگمنگ درست کمیو، لوه و تعمیرات و گاز و بخاری و اینا ده انجام دیم. زنگ چند مدل زنگ داریم اما وره کورکوری گردن الان بز گردن، بعداً گرد زنگ دارن الان که مثل اینا الان چابش گردن گرد تر بزرگتر الان مثلا چابش هایی که همون بز هستن به اسم چابش بزرگ. بعداً تسبابم این زنگو دارن که اینا رو گنه کاشتنگ، اینا رو گنه دلاب. این کاشتنگو وجون قدیم اسب پارلمان تنشتنو، بعداً کو مدرون قصاگنن اربابون مثلا اشتنو و دامودیم چه میگرده مثلا گنه فلان کسی کوی داشتن رو کو، یا مثلا عروسی داشتن مثلا زنی رو خواست برن عروس بیارن و مثلا پارلمان تنشتنو دامودیم گرده و گردن فلان کسی داشتن زنی رو عروس دوارنه قدیم. اما عموی عروسی من یادم کچیک بمیگه زنی با اسب بردیم مثلا اسب گردن زنگو میپیر با مده که وجون کاشتنگو اینا بشتو مثلا بردن زنیور اما رو نبردن نگه ولی اما که دیوری بعدی اینا رو یاد داریم. بعد اینا دلاباره اشتنا گوی گردن و هر گوی مثلا حتی گویی که شیکار بیبو حتی زنگ مخصوص لبا زنگ صدایی که بوشون شید دونستن تلار دل نشتنه بره اشتنا میگردن که این گویی که شیکار هسته گو گهرام نکنه این دوربر گرده بر دابه مثلا تلار دل دانه این زنگ صدا نگرد بو گردن که فلان کس تو برس بروش که این گو کجه برده پیدونیه که گو گهرام نکنه.
شین مثلا این زنگ پگره شین بره پیدا کردنه این زنگو مختلف اینجوری نیست دا حالا درنه لب زنگ درنه دلاب درنه شکرتال درنه موردار درنه کمردار درنه هزار تا زنگای مختلف درنه زنگو هر کدوم حتی مثلا داستان دار نشسته مثلا مالدارا مثلا اینا رو اسم بردنه مثلا فلان لب زنگ بلش حتی شیروی گردن اینجوریه اسب زنگ مثلا فرق کنه سینزیل مثلا اونجا بالا داره اونجا مال سینزیل مال اسبشنه اینا رو معمولا گوگردنی هستنه ما دیگه ستاره ما ستاره هستنه اینا زنگا هر کدوم حتی اسم خاص خودش دارنه حالا باز مالدارم باز دعوین اتی توضیح ادم بیشتر که این زنگا مردم دونه که هر کدوم حتی زنگ چی اسم دارنه افریچال است یعنی شهر مشهور به افریچال است هفتش تا استنگاب در پول 24 خانوار هستیم حتی یک بیامی بورجی یک بیامی بوردیمی حتی 10 شده این بوردیمی الان در 15 شده بعد ایمی 3 ماه 4 ماه در میشه من مرتا خاله مرتا 100 هکتار میزم مرتا است با همین زنگ و با همین جنوکو با همینا علاقمند می دیگه آره دیگه ما خوشی نمازه بس که ما خوشی نه راحت هستیم خسته نه احساس خستگی نکنیم به دامداران کوهنشین مازندرانی که در دامنه‌های شمالی رشته کوه البرز زندگی می‌کنند گالش گفته می‌شود. گالش در بخشی از زبان‌های ایرانی شمال غربی همچون گیلکی و مازندران به معنای گاوبان نیز به کار رفته است. به عبارت ساده‌تر گالش یعنی کسی که دامداری می‌کند و گاو و گوسفند پرورش می‌دهد. جدا از معنای لفظی، گالشی یعنی زندگی ساده و بی‌آلایش و گره خورده با طبیعت بخشنده. زندگی توأم با آرامش در آوای کوهستان که سکوت آن را صدای زنگوله‌های دام‌ها می‌شکند و مفهوم حرکت و جریان زندگی را می‌دهد. دای بروی نشومده یل گوشه آی بروی نشو گله ونوش دایاد بیدار آقا جمشید چه خبر؟ سلامتی خوری و زبال خوره؟ به امیجه بعدی میشی حتی به اتفاق مشتی به امیجه بعدی حتی سر وزنیم ترو بعد زحمت باشی چوی درسته گردی و کتی کوکوک و گسفن اینو خورن نه؟ زنگتال هم داینی؟ انشالله برکت بویو زنگتال بونه بعد مشتی بابو بی زنگتال نمونی جان اما در جان داری پرسال دو صبح آخر داری می دنبال بسرا زنگتال بودی آقای ایدری خدمتو بعد به ولی و بعد بودیم من پرتوس و راجو الان هم به اونجا در می خدمت کمی آقای نجفی و خواستیم سوال اگنیم که زنگتال چه خبر؟ زنگتال قضیه چی زنگتال که واقعا چون خیلی وقت بگم و دنبالش داریم که خلاصه این فرهنگ گالشی و همه طایفه فرهنگ خلاصه یا کنیم زنگتال رو کار آوردیم. زنگتال واقعا
این گو که سرا درنه زنگ تال به عنوان ارتباط مال با گالشه، مثل الان موبایل دار میدیر زنگ زمینی مال جا کنه که ونه حال بپرسیم و ونه خبر داریم ونه که از طریق زنگ بود. زنگ یک وسیله ارتباطیه که اما بتونیم که شما این مال که درنه سرا خلاصه حتی اون نوع زنگ که چمر کنه فهمیمی که مال کمین گوه، چون این زنگ ونه گردن داردمی وره شناسیمی سرا گوم بابون میا بایته خلاصه حتی جگ جانور داغته زنگ تن چمر کنه صدا کنه آب این گو تاجنه نمیچه خبره. یا حتی ما گور نارمی سرا خانه چاقیریم زنگ داریم دومی که بکمین گذر درش اون بره پیدا کنیم. آقا جالب اینه که گو هنوز امی سنت قدیمیه. الان درس این ملک دل راه هستن و دیگه بیشتر این گوش چپون هم ندارن، شه دارن. حتی فرمایش می بعد قدیم کسی گور این چاقبه باورنش الان هم برنه زنگ کنه یرموزی سماسه. این سرزده و همه زنگ خلاصه باعث بونه که آدم حتی مردی بمونه که اون فلان که از گالش گور رو آورده در شونه زنگی دانی بود که 20 سرزده و معلوم نیگه این چو گو در شونه نشونه چه خبره. این زنگی خوبی دانه. حسن آقا حتی این زنگ نموم خوب خبر دانی. حتی کاغذ رو تیکه بند بیشتی دانی. حتی زحمت بخش همه سه بشونه باو. خیلی خوب. من در خدمت درمه. اما سربا گوش می. همه نوم باورم کشه اطلاع میدین. خالی بانشون آدم زن نمونه توش حتی بندیش داشته ادیش بندیش تباخون. برمیش دارم برای خوم. ای خدا تلفن زحمت داغتی اما استفاده کنی. خواهش کنی. خدا حفظ کنی. خب تال لوزی سلول. برنجی کاش زنگ که برای اسب کاشوان هستن. پس اینا که یعنی اسب استفاده بونه. این تو اسب است. خب بعد تال دلول برنجیه، سلمونی، شیرکار تال، مهردار تال، کوتردار تال، میلادار تال، اینا همه مثلا شکل نشون همه تن همینا شکل داره. آره تاجدار تال، لوزیدار تال، هشتی، گوشدار تال، بی گوشتال. ای ماشاءالله ای ماشاءالله. الان رسیم به دلاب. اونا که باتی تال بیه. اینا تال. آره. و هست دلاب، غشو، دلاب منداس، کشکی دلاب، چارخط دلاب، لوزی دلاب، شیردار دلاب. ای ماشاءالله. لبزنگ. این لبزنگ اتو تقریبا ماشین مثلا بعضی از این تال از این زنگ اتو گسمه نقابت بیه. آره. خیارک، دلزنگ، خیارک نوری، ماه و ستاره دلاب، دلاب گنمی، دلاب مقدار. آره. اتیر پشت برمیشته من. آره. باون ابنا. که ما خالیه. باون ابنا. بعد اتو دمدمی زنگ بیه گرد. و گو با چبش بیه. چبش این گاته بزی که پیشکش بیه ترام ونه خبر. ونه بانه سال. ونه گاش بانه. گات بیه این گاته بز. بعد کورکوری. بعد منداس. کورکوری کچیک کورکوری. خب برای گسپم بیه. آره. حتی زنگ دیگه بیه پاتیل زنگ تنه و آهنی بیه. وره الیاد درست کرده. وره اسب گاشوان هستنه که اسب جن نازنه. آره. معتقد بینه. ای تو دیگه کچیک لازمی غرچه و اینا مونه که یا گسپن نرگسپن گردن اینگونه یا ساگه گردن اینگونه. آره. زنگله. بعد جامکاش ساگ گردن غیر کردنه. آره غیره باید. غرچه و غیره. بعد جامکاش قاطری بیه. آره. برای قاطر کشه بیه. آره. حتی بیه سینزیل و اربابون معمولا برای این کار کردنه. خاصه مثلا بورن همجوری که مشتی باته در رابطه با اینکه اتی خاصنش اربابی رو بانه من فلان نکنن و اسب چی دسته تو بیه سه چهار تو بیه اسب کاشوان هستن و درنگ اینجا جمع کرده که مثلا ما میگه او زنی ارباب داشتن خرجی بار خواستی بیارن اسب کلا زنگ برمیشونه که ایت خنا بدون صدا برنه. همینه. هر زنگی این گالش صد تا پیام داره حتی مفهوم داره. آره. مثلا این اتنوی خاص زنگ اون کورکوری رو مثلا درگرد اون زرخول گردن و اون سراش مرگنه اونجا فهمونه که او زرخوله که اون گذر داره. مثلا به وسیله ارتباطی یه پیام یک آوایی هست که این زنگ ورسه رسنه یه ارتباطی هست بین این گو و اون گالش یا این گسپن و اون چپون یا این اسب و مثلا اون چالبیدار اینجوری.
یه مثل همون اویای جور بیه اویا هم مثلا بعد گالش یک وسیله ارتباطی بیه دید گالش خواست مثلا دیر ونگ بدن یا پیدا کنن سرا وسیله ارتباطی موبایل رست نه اون زمان اون گالش ونگ بده اویا اون تو مردی حتی ونگ بده اویا که داو کجان داری خوری تو مال خور نه کجان داری اینجوری با هم مزل سر برسی بوچی که ده مثلا اویا کچکتر بیه که ده مزل سر حتی کچی یا حتی اینجوری که ده اون تو مردی که ده اما اینجا بنی که همه روز تو خشک کنیم خورا کنیم چون که همه بومی هستنه سر و خسنه اینجا بنی تو خورا کنیم اونجا هم بشونه جای کامل هسته خلاب بعضی می ولی گوره نبمی اینجا کامل که میتونه اونجا 30 میدونه بره گوشه اینه استنه هوای آزاد خراب که خرنا بعدشونش بیرون او خرناش اینجا خسنا همینجا هم بشونه سپوستی می دوشه میو خیلی راحت هم هست گاو محلی هستن خیلی خوبه بعد بهشون ولی ما هم نباید بلیم که همه گوگتلار هم اونجا هست همونجا گوگ در اینگه میینه دوش میو حتی سگ هم اینجا که بخاطر بهشون جو عادی بمو اینه بهشون ولی داره به تقریبا الان 20 روز نمونه به کچی گستو هشی بهشون تشت بخاطر بهشون چی که بهشون سرمان آخرین خوب بوین بالاخره سوال بون اونا خوب گهترنه به کچی گسته هشی بهشون تشت که میگه بهشون سرمان آخر در نشه چه برم کنی؟ برای خومه که خومه تخمی اگرم خیلی قشنگ کل برگم میگم کل خیلی برای خومه خیلی برای خومه خیلی برای خیلی نوازشتیم برام خیلی خومه ایشی خیلی خوشرنگ هم هسته برگمی کچل رنگ کچل به خوشرنگ هم هسته برای خومه تخمی اگرم اونجا هم گو هم میه اینا فقط گوی زامار شیریره اونجا هم میه شب هم میه روز ایشی بلکه میه شون بیرون بخورن چون که گرم هستنه خوب خوبش هستنه اینجا همه الان هستی که از این جنوقه ها ریانی اینجا هم میه ما به کچیک مال 8 نفره هسته ولی بخور کنیم که شکلی داریم اینجا ولی بخور خون کنیم که برای برگردیم اینجا اون جنوقه الان خواهم دنگیم اینجا برای شب برگردیم و روز بلغنیم بیرون برگردیم درخت دیم داره برگمی ولگم با زبون معمولی اینا هم برگاه هسته که از این گاو نرینا رو میدیم شون بخرن بیرون در ندیم شون بخرن دیگه بشون سرمر نبمی مثل گوی اصیل و اینا بشون سر نبمی این بیابون در
زنگتال آوایی است آشنا برای دامداران برای شناسایی موقعیت و حرکت و دوری از خطر دام. زنگ‌ها و زنگوله‌ها که از دیرباز به حیوانات بسته می‌شد، گاهی به منزله حضور و گاهی برای نشان دادن موقعیت به کار می‌رفت. زنگوله‌ها انواع و اقسام متفاوت دارد، بنا به تناسب به دام بزرگ و کوچک بسته می‌شد. صدای زنگوله‌ها در کوچه دام‌ها نوای عاشقانه‌ای در دل طبیعت زمزمه می‌کند. در جشن‌ها و عروسی‌ها، زنگ‌ها و زنگوله‌ها بر گردن اسب‌های آذین بسته نشان از خوشی و شادمانی می‌دهد. حرکت از نو در مسیر زندگی.